صدای رقصا بهترم میشه حالا. بسه آقا پولو که من میدم. نزن آقا نزن آقا ببخش آقا آقای عزیز آقا من معذرت آقا شما خودتون رو نزن دیگه تکرار کنیش. آقا آهنگایی بزن که در خور شاید ایشون باشه. آقا بگو دوستم داری. خب میدونید عزیزان محسن چاوشی اخیراً یه آهنگ بندری خوندی. شما جیغ میزنید من متعجب شدم. من اصلا فکر نمی‌کردم یه خواننده‌ای با این جنس صدای خسته بیاد بندری شاه بخونه. ملاحظه کردید صدا خسته است. مثلا یک نمونه جنس صدا رو من تقدیمتون میکنم گوش کنید. دل نکن گالم هم جمدم با همین صدای خسته ناقلا یک بندری شادی خونده که اصلا آدم یه جوری میشه که اومده و میگه دو عبای گرم بندن توی بازار زندگی دونه با ما خیلی جالبه. اکثرا ماشاءالله اهل ذوق خوب دست بزنن خوب میخندن. یه عده من نگاه میکنم هنوز باورشون نیست برنامه کوچولو شاده. البته که میگن این عده بسیار کمن در حدود 1 نفر. عزیزان ببینید من اهل مذاکره‌ام. این سبک اجرا رو دوست نداری